ماری هستم و خیلی خوش اومدید به یک شورت ویدیو دیگه. داخل این شورت ویدیو قرار بهتون بگم که بدون اینکه کاری انجام بدید، مبلغی پرداخت بکنید، ویدیو لایک کنید، کاری انجام بدید، دنسلیت بمب بزنید. اینم بهت بگم اگه خواستی ویدیو لایک کنی. خب آقا قراره چیکار کنیم؟ قبل اینکه این کارو بهتون بگم چیکار کنید، من نمیدونم این کار یه باگ دیگه درست، این باگی که ما میزنیم احتمال بند شدن داره یا نه. برای همین اگه میخواین این کارو انجام بدین، اگه اکانت زیاد شاخی دارین، من پیشنهاد میکنم که برید روی اکانت فیک این کارو انجام بدین. نمیدونم احتمال بند داره یا نه. من برم روی اکانت فیک رو برگردم. خب آقا همین الان میبینید که من الان وارد یه اکانت فیک شدم. قبل اینکه برین کارو انجام بدیم بهتون بگم که ممکنه به گوشیتون فشار بیاد. خب یعنی ممکنه حتی گیم پرتتون کنه بیرون گوشیتون، کلا کرش بکنه. بهتون پیشنهادم اینه که بیاین داخل سیتینگ، یه دونه درصد حالا هر چقدر است گرافیکتون رو بیاریم پایین، چون که ممکنه بترکه حتی گوشیتون، چون که یه باگ دیگه یه ذره گیر میکنه بازی و نمیدونم قضیه چیه. ولی خب به نظر من برین گرافیکتون رو بیاریم پایین. حالا چه کاری بعد انجام بدین؟ شما میذارین روی جایی که گیم مودتون رو تغییر میدید، میذارین روی برمودا و 4 نفره و وقتی که وارد اسکواد شدین میاد چیکار میکنین؟ شما میان داخل جهانی و قسمت گیلدو خاموش روشن نمیکنید، نمیدونم زیاد کلا خاموششون زیاد میکنید و باز خاموشش میکنیم. و اینو بگم قبل اینکه این بار مثلا ممکنه ترای اول کار نکنه، دست نزنید، ترای دوم کار بکنید، ترای سوم کار نکنید، نمیدونم، ولی بعد چند بار کلا ترای بدین. ممکنه دیگه نسبت به شانستونه میزنیم یا خدا میتره که یه دونه NSC یه دونه ویدار بهتون درخواست جوین چی بهش میگن، جوین گروپ میده. حالا این دفعه که دیدیم ما دنسی نزدیم، میریم در یه ترای دوم گیلو باز میکنیم، این گیلو نمیدونم یا عالمه میزنیم و تمام به همین راحتی میتونید دنسلیت بمب بزنید. ولی ممکنه گوشیتون گوشی من تا الان داشت میمرد. خب من از این اسکواد کثافت نکنید، گوشیتون میتره که من گوشیم با این ابهت ترکید. خب 100% گرافیکتون رو بیاریم پایین. و اگه از این ویدیو خوب من نگاه دنس ندارم، اگه از این ویدیو خوش اومد لایک یادتون نره و اگه براتون کار کرد 100% تو کامنت ها بگین و بگین با چندمین تلاشتون تونستید این دنس الیت بمبو بزنید.